گیم هستم. امروز اومدیم با بازی استیکرو فایتر اینفینیتی که اینجا ما 3 تا بخش داریم رفقا. تنظیمات، فروشگاه، دیلی میشن. با تنظیمات که همه چیزش غیر فعال، کاری نداریم. اینجا میتونید کلی مثلا ویپونز یا همون تفنگ هایی که دائمی هم برای خودتون بخرید، یا کافیتز که میتونید مثلا کلاهن بهتون میگم که کلاه میشه گذاشت. مثلا این ماسکه 120,000 تا کوین باید بهش بدید. بوستر یه چیزیه، مثلا یه قدرتی به شما میده بوستر که میتونید ازش استفاده کنید. ما الان پلیو میزنیم که لول 3 هم هستن بچه ها و 3315 تا ما اینجا چی داریم؟ کوین داریم. برو بریم برای شروع بچه ها. اول بهتون بگم که من رنگ قرمز هستم. برو بریم. خب شروع بچه. یه گان. اوکی، همه چی تموم شد. افتادم. چجوری بچه؟ من خودم هم نفهمیدم چجوری افتادم. انصافا بازیه که واقعا خوب شبیه سازی کرده چیزو از استیکی فایت کامپیوتر. قشنگ اسکی رفتن، ولی خب انصافا خوب در آورده کارو. اوکی بچه این 5000 تاست که برو بریم واسه بازی. بچه من قرمزم. برو بریم. یه گام بیاد تمومه، یه گام بیاد تمومه. یکی نمرد. خودمو نکشم. یس بچه وین کردم. به به. برو بریم بچه. انصافا بازی بدی نیست بچه. قشنگ شبیه سازی کرده. بازم وین گرفتم. چقدر سریع بچه وین گرفتم. شما ببینیم میتونیم برای 3مین بار پشت سر هم وین بگیریم. برو بریم بچه. هوش مصنوعیش فکر نکنید آسونه بچه. سخت ترین حالت شانسو دیدی بچه. اگه کله اون چیز نبود من میافتادم پایین. بچه گان ندارم، دارم با دست میزنم. اوکی ای وین نشدم. لعنت بهت نزن حاجی. باختیم، خیلی بدم باختیم بچه. فقط اونجایی که نمیدونم فکر کنم رنگ زرد بود، ما اومدیم رو کله اونی که زرد بود رنگش. انصافا خیلی باحال بود. برو بریم. گان خوب بیاد تمومه. اوکی بیاین بالا. اوکی نشد. گان نرم. دست خالی باید این سبزه رو. لعنت بهش بچه بر دانلود این بازی هم حتما برید از فروشگاه پلی بریزید. مایکت نمیاره، بازارم فکر کنم اصلا نداره، نمیدونم. حتما از فروشگاه پلی بریزید. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. منتظر ویدیوهای بعدی باشید. خدا نگهدار.